میخواید برید یونان؟ توی این راهنما 0 تا 100 ویزای شنگن یونان برای ایرانی‌ها رو براتون باز می‌کنیم. یونان که حرف نداره، اما خب ویزا گرفتنش برای ما ایرانی‌ها داستان خودشو داره. به خاطر همین سختگیری‌ها ویزای یونان خیلی تو سابقه سفرتون تأثیر مثبت داره. خب بزن بریم. اولین قدم اینه که بدونید کدوم ویزا رو لازم دارید. اگه توریستی میرید، ویزای نوع C کار شما رو راه میندازه. کل پروسه همین 6 مرحله است. حالا بیایید ببینیم نکات مهم هر کدوم چیه. سفارت واقعا دنبال چیه؟ اینکه مطمئن بشه شما به ایران برمیگردید. پس باید وابستگی هاتون رو ثابت کنید. این موارد مثل سن، تاخل و سابقه سفر شانس ویزا گرفتنتون رو خیلی بالا میبره. مخصوصا تمکن مالی، فقط داشتن پول مهم نیست. باید نشون بدید که حساب بانکی با ثابتی دارید. حواستون باشه، واریز یهویی پول زیاد به حسابتون یه اشتباه بزرگه. سفارت اینو حساب سازی میدونه و ریجکت میکنه. یه نکته مهم دیگه، بیمه مسافرتی شما باید حداقل 30,000 یورو پوشش داشته باشه. این یه قانونه. دعوتنامه چطور؟ واقعا لازمه؟ این سوالیه که خیلی‌ها میپرسن. ببینیم جواب چیه. نه، اجباری نیست. اما اگه یه دعوتنامه معتبر داشته باشید، شانستون رو خیلی خیلی بیشتر میکنه. خب، حالا بریم سراغ دلایل ریجکت شدن. اینکه بدونیم چه کارهایی رو نباید انجام بدیم خیلی مهمه. رایج‌ترین دلیل ریجکتی همینه، یعنی آفیسر قانع نشده که شما قصد بازگشت به ایران رو دارید. دلیل دوم مدارک ساختگی. یادتون باشه هرگز رزرو هتل یا گواهی کار جعلی ندید، چون همه چیز چک میشه. برنامه سفرتون هم باید شفاف و بدون تناقض باشه. تاریخ‌ها و رزروها باید با هم بخونن. و دلیل آخر، مشکلات مالی. مثلا پول کافی تو حسابتون نباشه یا تراکنش‌های مشکوک داشته باشید. می‌بینید که پروسه پیچیده است. اینجا یه آژانس حرفه‌ای میتونه کمک کنه تا از این اشتباهات جلوگیری کنید. ببینید، آژانس سبزینه از گرفتن وقت تا بررسی نهایی مدارک همه کارهای پیچیده رو براتون انجام میده. خب، حالا بریم سراغ چند تا سوال پرتکرار. اولیش در مورد ترجمه مدارک. همه مدارک باید ترجمه رسمی انگلیسی با مهر دادگستری داشته باشن. این کار رو فقط به دارالترجمه رسمی بسپارید. یه سوال مهم دیگه، کی برای ویزا اقدام کنیم؟ زمانبندی خیلی مهمه. بهترین کار اینه که حدود 3 ماه قبل از سفرتون شروع کنید. اینجوری برای همه مراحل وقت کافی دارید. و اما حرف آخر، اگه بخوایم یه نکته کلیدی رو بگیم، اون چیه؟ همه چیز به همین یک جمله خلاصه میشه. باید آفیسر رو قانع کنید که حتماً به کشورتون برمیگردید.